به نام خدا. جهت تنظیم پکیج ایران رادیاتور مدل L به حالت گرمایش از کف، ابتدا باید وارد تنظیمات پارامتریک دستگاه شوید. برای این منظور ولوم انتخاب فصل را در حالت تابستانه تنظیم می‌کنیم. سپس ولوم فوق را 4 مرتبه بین حالت خاموش و تابستانه می‌چرخانیم تا عبارت P بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. برای تنظیم این پکیج با حالت گرمایش از کف، ولوم آب گرم مصرفی را می‌چرخانیم تا P9 بر روی صفحه نشان داده شود. برای نمایش مقدار P9 ولوم تغییر فصل را به حالت تابستان تنظیم می‌کنیم و عدد P9 نمایش داده می‌شود. اگر این عدد روی 0 تنظیم شود، یعنی پکیج به حالت رادیاتور تنظیم شده، و اگر بخواهیم به حالت گرمایش از کف تنظیم کنیم، با استفاده از ولوم گرمایش این مقدار را روی عدد 1 تنظیم می‌کنیم. برای خروج از پارامترهای دستگاه، ولوم را در حالت ریست قرار می‌دهیم.